یه دوستی داشتم پلوی غذاش رو خالی میخورد. گوشت و مرغش رو میذاشت آخر کار. میگفت میخوام خوشمزدگیش بمونه زیر زبونه. همیشه هم که پلو رو میخورد سیر میشد، گوشت و مرغ غذا میمون گوشه بشقابش. نه از خوردن اون پلو لذت میبرد، نه دیگه ولعی داشت برای خوردن گوشت و مرغش، برای جاهای خوشمزه غذا. زندگی هم همین جوریه. گاهی شرایط ناجور زندگی رو تحمل میکنیم و لحظه های خوبش رو میگذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تموم بشه. هیچ کدوممون زندگی در لحظه رو بلد نیستیم. همه خوشی ها رو حواله میکنیم برای فرداها، برای روزی که قرار دیگه هیچ مشکلی نباشه. غافل از این که زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلاته. یه روزی به خودمون میایم میبینیم یه عمر در حال خوردن پلو خالی زندگیمون بودیم و گوشت و مرغ لحظه ها دست نخورده مونده گوشه بشقاب. دیگه نه حالی هست، نه میل و حوصله.